روزی 18 سپتامبر در ناحیه بدرک ایالت شرقی اودیشه هندوستان سگ برای نجات اطفالش با مار عینکدار یا خود کوب را به جنگ تن به تن برآمد. سگ در زیر زینه‌پایه منزل برای خود و 7 طفلش سرپناه پیدا کرد. وقتی مار بالای سگ بچه ها ناگهانی حمله کرد، مادر با تمام قوتش بر روی مار عکاس زد. در نتیجه مردم آگاه شده خدمات حفظی طبیعت وحشی را دعوت نمودند. عارف بیگ میگوید ماری تخمینا 2 متر فوق العاده خطرناک بوده تا زمانی بازداشت توانست 4 سگ بچه را به قتل رساند. در زیر زینه پایه من نمی توانستم راست شوم. بر علاوه آنجا سگ و ماری 2 متر نبرد داشتند. وقتی من رسیدم الکی 4 سگ بچه هلاک شده بودند. من از حمله به خودم خوف داشتم، زیرا هم مار و هم سگ می توانستند به من حمله کنند. بعدتر من موفق شدم که سگ را کنار کشیده مار را بازداشت و به جای امن انتقال دهم. تخریب جنگل ها و موضع بودوباش وحوش یکی از سبب های نزاع میان آدم و حیوان های وحشی به شمار می رود. حیوان های وحشی شبیه فیل و پلنگ، مار و غیره در جستجوی غذا به منزل زیست آدم روی می آورند. در هر صورت هوای نرم و جنگل های ناحیه بدرک همچون مکان زیست مار و خزنده های زهرآلود شناخته می شود. اخیراً در یک منزل زیست این ناحیه 140 مار نوزاد یافت شده بود.